امروز قراره با هم به بلندترین برج‌های دنیا سری بزنیم. از شماره 10 شروع می‌کنیم تا به شماره 1 که بلندترین برج جهانه برسیم. پس با ما همراه باشید. شماره 10 برج مرکز مالی شانگهای. این غول 492 متری با 101 طبقه تو چین قرار داره. شکل ظاهریش شبیه یه دربازکن غول‌پیکره. البته این دربازکن بیشتر برای باز کردن درهای کسب و کارهای بزرگ استفاده میشه تا بطری‌ها. این برج پر از دفاتر تجاری شیک و مدرن و یه هتل لوکس با چشم‌اندازی از کل شهر. شماره 9 برج تایپی 101. حالا نوبت تایوانه. همونطور که از اسمش پیداست، این برج 101 طبقه داره و ارتفاعش 508 متره. تا چند سال پیش بلندترین برج دنیا بود، ولی الان به نوعی پیشکسوت این لیسته. این برج شبیه یه ساقه بامبو عظیم وسط شهره. اینجا نه تنها میتونی از نمای 360 درجه شهر لذت ببری، بلکه با آسانسور سریع السیرش میتونی تو چند ثانیه به بالاترین نقطه برسی. جالبه بدونید که این برج به عنوان یکی از پایدارترین سازه‌های دنیا هم شناخته شده. شماره 8 برج سیتیک. این برج تو پکن چین قرار داره و مثل یک شمشیر نقره‌ای وسط شهر دیده میشه. درست وسط قلب تجاری پکن با 528 متر ارتفاع و 108 طبقه حسابی به چشم میاد. نمای بیرونی برج طوریه که انگار از فلز مذاب ساخته شده. داخل برج هم پر از دفاتر شرکت‌های بزرگ و تجاریه. از اون بالا پکن مثل یک شهر مینیاتوری زیر پاته. اگر چینی‌ها به همین روند ادامه بدن، ممکنه بعدها با یه برج 2 کیلومتری روبرو بشیم. شماره 7 برج مرکز تجاری CTF. یه بار دیگه تو چین هستیم. این بار تو شهر گوانژو چین. برج CTF با 530 متر ارتفاع و 111 طبقه یکی از نمادهای جدید این شهره. به نظر میاد چینی‌ها علاقه خاصی به ساختن برج‌های بلند دارن. داخل این برج همه چیز پیدا میشه، از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. شماره 6 برج مرکز تجارت جهانی وان. این برج تو نیویورک قرار داره. برج وان 541 متر ارتفاع و 104 طبقه داره. این برج به یاد برج‌های دوقلو نیویورک ساخته شده و نماد استقامت و مقاومت این شهر. نورپردازی شبونه این برج هم یکی از اون چیزاییه که حتما باید از نزدیک ببینید. شماره 5 برج جهانی لوته. از نیویورک بریم به سئول کره جنوبی، جایی که برج جهانی لوته با 555 متر ارتفاع و 123 طبقه به آسمون میرسه. این برج یکی از بلندترین هاست و با معماری زیباش یه ترکیبی از سنت و مدرنیته به ما میده. داخل این برج پر از فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و سینماهای مجهزه. شماره 4 برج مرکز تجارت مالی پینگان. برگردیم به چین. این بار تو شهر شنژن. این برج با 599 متر ارتفاع و 115 طبقه یکی از بلندترین برج‌های چین و دنیاست. وقتی وارد برج میشین احساس میکنید وارد آینده شدید. آسانسور برج از سریع‌ترین های جهانه. انگار که به جای آسانسور یه راکت فضایی سوار شدید. شماره 3 برج سلطنتی ساعت مکه. حالا بریم به عربستان سعودی و شهر مکه. برج سلطنتی با 601 متر ارتفاع و 120 طبقه مثل یک نگین درخشان وسط این شهر مقدس قرار داره. ساعت بالای این برج انقدر بزرگه که از چند کیلومتری دیده میشه. شماره 2 برج شانگهای چین. باز هم کشور چین و دومین برج بلند دنیا. برج شانگهای 632 متر ارتفاع و 128 طبقه داره. شکل برج طوریه که انگار از دل زمین پیچ خورده و به آسمون رفته. از اون بالا که پایین رو نگاه میکنی انگار کل جهان زیر پاته. شماره 1 برج خلیفه دبی. بالاخره پادشاه آسمون ها. این برج 828 متری
با 163 طبقه بلندترین ساختمون جهانه. از بالای این برج میتونید تا کیلومترها دورتر رو ببینید. شب که میشه برج خلیفه با نورپردازی خاصش مثل یه فانوس دریایی میدرخشه. خب دوستان، اینم از 10 برج بلند دنیا. دیدید که چین پرچم داره و از 10 برج بلند دنیا 5 تاش متعلق به کشور چینه. دفعه بعدی که تصمیم گرفتی یه سفر هیجان انگیز داشته باشی، شاید بهتر باشه یکی از این برج‌ها رو تو لیستت بذاری. ممنون که تا انتها با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.